پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که روز 18 میلیون سال 2022 بار اول درباره حوادث اخیر خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان در مظهر عام اظهار نظر کرد. در این حوادث نیز انگشت اتهام به سوی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی کرد و این حزب را در مبلغ گذاری اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان گناهکار کرد. امامعلی رحمان به اشاره به لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت: وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم، اینها را لجانشان خواجه‌های خارجی به دست گرفت. در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ زاریشان کردند. 26 میلیون همین گروه و راهبریشان نکردن از خارجه. همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش، همون هدف مقصد تبادلات و کردن. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیز در تاجیکستان فعلا ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک روز 19 ایون در یک مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری بامداد ادعاهای پرزیدنت امامعلی رحمان درباره اعتراضهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را به مبلغ 26 میلیون سومانی یعنی تقریبا 2.4 میلیون دلار مبلغ گذاری کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هر گروه دیگر مخالفین در خارج را افسانه و دروغ و تهمت نامید و گفت اپوزیسیا در خارج ربطی به اعتراضهای ولایت مختار کوهستان بدخشان نداشت و اینکه پای نهضت را به این حوادث چسبانیدنی اند. به عقیده محیدین کبیری ادعای اخیر پرزیدنت تاجیکستان درباره دست داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا دیگر حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی در خارج بوده هیچ با واقعیت نزدیک نیست، زیرا نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه پیمان ملی تاجیکستان که حزب عضویت آن را دارد نه تنها در راه اندازی این اعتراضات در بدخشان دست نداشتند بلکه هیچ کمک مالی هم نکردند، همونطوری که مقامات تاجیکستان دعوا دارند. و نباید این هم فراموش کنیم که حکومت تاجیکستان به خصوص شخصا خود پرزیدنت تاجیکستان طول 30 سال حاکمیتش برای روپوش کردن ناکامی های خودش در سیاست داخلی و خارجی همیشه دنبال پیدا کردن و یا ساختن دشمنی داخلی و خارجی بوده است و این دشمن ها همیشه نامهایشان عوض میشن. گاه ازبکستان، بعد میبینیم که معلوم میشه که اصلا ازبکستان هیچ دشمنی با تاجیکستان نداشته است بلکه میتوان دوست بود. بعدا کدام یک کشوری به همه معلوم اما جسارت نمیکند نامش رو بگیرد و بعد میبینیم که خودش با سری تعظیم و با تملق و خوشامدگویی به همون کشور سفر میکند و گاه ها میبینیم که یا مردمی بدخشان را دشمن اعلان میکند یا حزب نهضت یا حتی بلاگرها و روزنامه‌نگاران مستقل را. بنابر همین این هم ادامه همون سیاست قبلی هست که همیشه باید دشمن تراشید و همه کمبودی و عیب‌های خود را بر سر این یا دشمنی داخلی و خارجی زد. اما درباره اون مبلغی که اولا 6000 بود، بعد 7000 دلار و اخیراً مبلغی خیلی بلند 26 میلیون سومانی هم از زبان پرزیدنت تاجیکستان صدا داد که گویا ما به مردم بدخشان کمک کرده باشیم یا برای راه اندازی اعتراض ها. البته این یک افسانه بیش نیست و اپوزیسیای تاجیک در خارج طبیعی است که چون این امکانیت ها را ندارد و نخواهد داشت و این را نه تنها همه میدانند بلکه خود پرزیدنت تاجیکستان و مقامات هم میدانند. اما چرا این تهمت و دروغ ها را میگن؟ این هم فقط به خاطر بزرگ نمایی کردن خطرها و گویا واقعا هم کسی از خارج مبلغ گذاری میکند این گونه اعتراض ها را، در صورتی که این اعتراض ها خودجوشند و سبب هایشان معلوم است، سبب هایش سیاست های اشتباهی است. اگر امامعلی رحمان در بدخشان و عموما در تاجیکستان چنین سیاست های اشتباهی را نکند، اپوزیسیای تاجیک نه اینکه 26 میلیون میلیاردها سامانی هم اگر خرج کند مردم به حرکت نخواهند آمد، زیرا هیچ دلیل برای اعتراض نیست. اما وقتی که خود اشتباه های مقامات باعث می شود که مردم اعتراض کنند، از آن جمله سیاست های کدری، از آن جمله فساد، کروپسیا و از همه مهمش قبول نکردن مردم بدخشان همچون یک مردم خودشناس و مستقل و مردمی که
واقعا هم زبانشون و فرهنگشون تمدنشون دیگر است و اونها دیگر بودن میخواهند. در هیئت تاجیکستان با مردم تاجیک، اما باید اعتراف کرد که بالاخره یک انسان حق دارد، یک گروه یک قوم حق دارد که دیگر باشد و دیگر بودنش رو دیگران اعتراف کنند. امام علی رحمان و حکومتش این رو اعتراف کردن نمیخواهند و اصلی مشکلات هم در همین است. و حالا دیگر این که ما از بیرون مبلغ فرستاده میانه این یک دروغ بیش نیست و اگر اپوزیسیون تاجیک چون مبلغ ها را می داشت به هیچ وجه اون را صرف چون اعتراض هایی که اصلا حالا برنامه ندارند و معلوم نیست به چه خاطر اعتراض کرده می شود بدون کدام هماهنگی آن را خرج نمی کرد. اما در عموم میتوان گفت که این یک تهمت و دروغ نوبتی است. اما اینکه پرزیدنت تاجیکستان بر قصدانه نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میگیرد دو هدف دارد. یکی هدف داخلی که باز هم میخواهد مردم را تفریقه اندازد و بگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرفداری آرامیش نیست و همیشه در فکر تبادلات و این گونه کارهاست. و یک هدف دیگر خارجی است که با نظر داشتیم که ما در همسایگی افغانستان قرار داریم و خطر افراطگرایی دینی خیلی بالاست و جامعه هم نه تنها جامعه داخلی بلکه جامعه بین المللی هم نگرانی هایی دارد و با این هدف میخواهد که کشیدن پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر آن است که در سطح جهانی طرفداری بیشتر داشته باشد و بخصوص در کشورهای غربی دیگر از امام علی رحمان حقوق بشر، دموکراتیا و آزادی سخن، آزادی مطبوعات، آزادی دین را طلب نکنند، چون باید همه اعتراف کنند که او در یک مبارزه به امان علیه افراطگرایی هست و همین گونه بزرگ کردن نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در حادثه‌های داخلی من فکر میکنم که بیشتر برای روپوش کردن اون برنامه‌هایی که در داخل کشور دارد. میگوید کبیری رهبر مخالفین تاجیک که از سال 2015 در خارج از کشور به سر میبرد و بنا به اطلاع دریافتی در تاجیکستان در غیبش به حبس عمرباد محکوم شده است، از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان سرازیر شدن 26 میلیون سومونی را افسانه بیش مینامد. این رد و بدلها در پی سرکوب اعتراضهای اخیر در بدخشان است که به اعتراف مقامات 16 نفر ولی بنا به منابع دیگر بیش از 40 کشته به جا گذاشت. مقامات همچنین درباره بازداشت بیش از 220 نفر و از بین بردن 12 لیدر غیر رسمی بدخشان اصابت دادند. مقامات تاجیکستان از جمله امام علی رحمان بر اینند که اعتراضهای اخیر را در بدخشان از خارج گروه‌های تروریستی تشکیل کردند. امام علی رحمان گفت که بعد بحران شدن وضع از جمله بستن روی استراتژی دوشنبه کولوب خوروغ کلمه، حمله به نیروهای امنیتی و خوف ترکاندن پولها، او خودش فرمان داد که سلاح به دستان را بی ضرر و یا دستگیر کنند. ولی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند که نیروهای امنیتی بالای مردم بی سلاح آتش گشودند و چندین نفر در بازداشت بر اثر شکنجه بیرحمانه کشته شدند.